جزیره بیستون. بله ها. پارک جزیره بیستون در فابریکه قند. بله بله ها. از سر تا سر این ولایت مردم جهت تفریح، سیاحت و در صورتی که آب دریا پاک باشه برای آب بازی به اینجا میاید. واقعا این خط مرزی هم میان خودتو بیادر ما هیچ مشکل نیست. مشتری به این طرف مربوط شماست. هیچ مشکل نیست. دل مشتری که هر جایی که رفت آمد داشته باشید. کار دل است. هموطنان عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین. در کنار گزارش‌های ما از بغلان مرکزی این بار به ساحه فابریکا آمدیم و در اینجا هم یک از هموطنان ما با ایجاد یک پارک که نسبتاً سنتی به زیبایی دریای فابریکه افزوده است. هموطنان ما از گوشه و اطرافی که از این مسیر رفت آمد میکنند میآیند اینجا میشینند و خوب بلانی دوغ هم اینجا داره. ما امروز میریم همراهشون یک مصاحبه می داشته باشیم. متوجه باشیم محمدی صاحب که این پل هم از همون پلای خطرناک گفته میشه. با چوبی خاده میگیم ما برش. این تو یک پل ساخته، هم خطرناک است و هم سهولت داره برای رفت آمد. از اینجا میریم بخیر. همزمان نمیشه که 2 نفر و 3 نفر از این پل عبور کنه، چون یک ذره همون پل لرزانه گریسته. بیا اونجا است، اینجا هم همون دک منتوش است، بسیار یک منتوی برابر. این راه از کجاست؟ از زیر پرده تیر شویم بخیر. خط پاکستان هندوستان. این دیگه خط مرزی است. این چوب میده نمیشه. برو بنش. خط مرزی را ما شکستاندیم. سلام علیکم. مانده نباشی. جان و جور خیرتی از طرفایت. بیخی دمیشار آوازه انداخته که در فابریکه تو یک جایی سی، تو یک بلانی سی، تو یک دوغ است. چیال انداختی و بیادر؟ خوب استی؟ شکر فضل انسان پروردگار بخیر باشی، زنده و سلامت باشی بیادر. ابتدا از این معرفت آغاز میکنیم. اسمتان؟ نقیب الله. نقیب الله جان خوب استی؟ شکر فضل چی باعث شد که خودت همچون یک جای زیبا را انتخاب بکنی و اینجا یک والا برادر کاربار آغاز کنی؟ یک سال پیش اینمی جایش جور کردیم. دیگه امسال کارش آغاز کردیم. تقریبا یک 3 ماه 4 ماه میشه. ها 4 ماه میشه. این سایه که هستی میسوها را میگه جور کرده سیمیت و بله مصارفا کرده. بله ها چطور است؟ مردم ما هموطنای ما میاین پیشتان؟ میاین بله. تفریح؟ بله بسیار بیروبارمون خدا زیاد از میشه. روز باز روزای جمعه خب بیخی زیاد می باشه. روزای جمعه معمولا مردم تفریح زیادتر میرن. بله تفریح میان دیگه. اینجا به خاطر یک ذره جایش خوبتر است. نامش هم جزیره ماندیم. بشک والا. جزیره ابیستون. جزیره ابیستون. بله پارک جزیره ابیستون در فابریکه بغلان. فابریکه قند. اینجا نام چی گفتین؟ نقیب الله. نقیب الله جان بجز بولانی است، دوغ است، دیگه چی هست اینجا؟ دوغ است، دودپتی است، دیگه شورنخوت است، منتوس. همین چیزهای هوسانه. بله بسیار عالی. این جای تفریح جای است دیگه، هم چیزهای هوسانه است. اینجا هم دریا. این طرف هم دریا است، این طرف هم دریا. دی بین بسیار یک جای بسیار جای زیبا، بسیار جای سرد. از طرف شو دیگه بیروبار ما زیاد است. نام خدا تا ساعت 1 بجه 2 بجه شب میماندار می باشیم. تا ساعت 1 یا 2 بجه شب اینجا مردم میاین مراجعین داریم. بله بشک والا بشک. تنها اینجا خودت مصرفی کار هستی یا دیگه برادرام است؟ برادرم است، شفیق جان اونجا در دکان دیگه. شفیق جان اونجا چی آماده می‌کنه؟ اونجا بولانی و دوغ و منتو هم چیزاست.
بسیار خوب. خوش باشین در کارتون. با امید از اینکه کارا بیشتر شود و بتونین این ساحه را به یکی از جاهای تفریحی به شکل معیاری تبدیل بسازید. زنده و سلامت باشین برادر قند. آرام باشین. سلامت باشین. چی بخیر دارین؟ باشین. چه خوردنی؟ انشالله هستیم. این برادراست کتیماست اونجا وقت فرمایش دادن. ما انشالله خدمت. این دیگه خط مرزی بین خودت و بیادرت است. خط مرزی پاکستان هندوستان است. اون طرف مراجعین به جمع از وست. بله این طرف به جمع شما. بله. میمانای خودت از این طرف میآیند. مهمانای خودم از این طرف هم میای باز یگان تا دوست رفیقی که شناخته می باشه باز از زیر پرده تیر میشن. بله. از بیادرت اجازه میگیرن تیر میشن یا نه باز اون بیچاره چیز نمیگه دیگه به حساب برادری است. بله. برادری و برابری بله. بخیر باشین. قربانتون زنده بخیر باشین. بخیر باشین. نام خدا خیلی یک جای برابر. این بار ما از اینجا تیر میشم. اینجا خو اجرا نبوده. بیا بازم ازم خط مرزی تیر میشیم. اینا کو بچین پرده را. نه اینمی جنجالای برادری در جا هست. خط برابر برادرها تقسیم کردن. نصفی مشتری به جمع خودت، نصفی مشتری به جمع ما. بیننده های عزیز، اینجا هم دیگه مربوط به فابریکه قند، یکی از جاهای مشهور و دیدنی ولایت بغلان. روزانه از سر تا سر این ولایت مردم جهت تفریح، سیاحت و در صورتی که آب دریا پاک باشه برای آب بازی به اینجا می آیند. واقعا جای دیدنی است و هموطنان ما هم خدمت کردند که اینجا را به یک جای نسبتاً پارک تبدیل کردند و چیزهای وسایلی پخته میکنن. گزارش ویژه داشتیم از اینجا. امیدوار هستم مورد پسندتان قرار گرفته باشه و میریم پیش برادری دوم. برادری اول مصاحبه گرفتیم، میبینیم که برادری دوم چی کارا میکنن اینجا. از او را سلام علیکم. بزرگوار چی حال داری؟ خوب هستی؟ جان و جون خیریتی صرفایت؟ قربانه. نام خدا مصروف تهیه بلانیستی دیگه؟ جانم. نه بلانی های تو بخی برابر بوده. در شهر بلانی خودم برابر هستم. از این طرف و طرفش معلوم میشه. خوب هستی؟ شکر. صحت خوب است؟ که ابتدا از معرفی آغاز میکنیم. اسم مبارک؟ شفیق الله هستم از ولایت فوق. شفیق جان. این خط مرزی هم میان خودت و بیادرت است. هیچ مشکل نیست. مشتری به این طرف مربوط شماست. هیچ مشکل نیست. دل مشتری که دلش میره و میره. کار دل است. کار دل است. جانا. گپا که خراب کرد مایده و شکا خراب کرد. این خط ما بند کردیم. حادثه مایده و شکا که بسیار ما را اذیت می‌کنه. مایده و شکا باید در این منطقه نباشه. شفیق جان چطور است کاروبار؟ دی لب دریای فابریکه. شکر با دعای سرت میگذره. میبینیم زده رسیم. صد شهرت بیشتر داره. مردم ها زیاد تعریف از این ساحه کردن که ما امروز به این ساحه آمدیم. قربانتون زنده باشید. چقدر وقت که کار اینجا آغاز کردین؟ 4 ماه میشه. 4 ماه شده؟ جانا. شبانه تا چند بجه رسین اینجا؟ 24 ساعت. به طور 24 ساعت. خب غذایی که اینجا تهیه میکنین چی است؟ دیگه بلونی است، دوغ است، منتو است. دیگه بودپتی است. دیگه پلان دیگه چیزایش هم داریم. به امید خدا. ان شاء الله. جای بسیار زیباست و هر قدر که سرمایه گذاری بکنی هدر نمیره، اگرچه خطرناک است چون لب دریاست. خانه لب دریا میگه زود ویران میشه. ما خداوند مهربان است. با امید از اینکه بتونیم اینجا را به یک جای معیاری تبدیل بسازیم. بخیر باشین. شفیق جان. بلونی دوغ هستیم ان شاء الله. فقط از این بلونی و از دوغی جا نمیشه که نوش جان نکنیم و نرویم. شفیق جرمنی. شفیق چی؟ جرمنی. به شک دیپورت نشده باشی؟ دیپورت نه، فامیلی تخلص هم است. نه دوستا شفیق جرمنی. بیننده های عزیز، این هم بود گزارش ویژه ما از ساحه فابریکه قند که تقدیمتان کردید. تا برنامه‌های بعدی همیتون را به خداوند یکتا به همتا میسپاریم.